شما گرفتی ما رو میگیم به آقای خوزه، آقای مانوئل خوزه، مربی پرتغالی پرسپولیس که با دستیاراش حدود 2.5 میلیارد پول گرفته. تازه فرموده که قول قهرمانی هم نمیدن. اخوی قول مول نمیدی چیه؟ اینجا پرتغال نیستا؟ گفته باشم نارنگی هم نیست. بله اینجا هوادارا قاطی میکنن واسط. اصلا این همه بازیکن داری، 30-40 میلیون هم هوادار، یا قول میدی یا اینکه میدیم بچه‌ها تو استادیوم واسط شعار بسازن ها. گفته با حالا البته زوده، بذار یکم بگذره، هستیم در خدمتون. یعنی چه قول قهرمانی نمیدن؟ کی؟ عشق منی تنها دلیل زندگیمی، آرزومی دلم به تو خوشه، همه چی می عشق من